ولی در مکتب با لباس مکتبی و سر لیچ می روم. من جواب شما را انتظار هستم. خواهر عزیز، اسلام برای تمام پیروان خود لباس معین کردگی هست. میگوید صاحب مختصر، ما آیت قرآن دلیل، اگرچه مختصرم استدلالش از اما آیت قرآن است. والحرة كل بدنها الا الوجه والكف والقدم. صاحب مختصر در کتاب صلات میگوید زن مسلمان کل بدنش باید پوشیده باشد مگر چهره رو، یعنی چهرهش شاده باشد گناه نیست، کفای دستش تابد گناه نیست و کف پاشم که تابد این گناه نیست. گفتم و الرجل من تحت سرته الى تحت رکبتیه. اما مردها را چی؟ از زیر ناف تا زیر زانوش فرض است، کسی باید این موضع را نبیند. صاحب مختصر در عباره در کتاب صلات و ما و شما معین کرده. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. رخانه شفا فرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. والحرة كل بدنها الا الوجه والكف والقدم. صاحب مختصر در کتاب صلات میگوید زن مسلمان کل بدنش باید پوشیده باشد مگر چهره رو، یعنی چهرهش شاده باشد گناه نیست، کفای دستش تابد گناه نیست و کف پاشم که تابد این گناه نیست. گفتم و الرجل من تحت سرته الى تحت رکبتیه. اما مردها را چی؟ از زیر ناف تا زیر زانوش فرض است، کسی باید این موضع را نبیند. صاحب مختصر در عباره در کتاب صلات و ما و شما معین کرده. از این خاطر خواهر عزیز یا برادرای محترم، اسلام الحمدلله که برای ما و شما لباس معین کرده است. برای زنها پوشیدن کل بدن مگر چهره هاشان، کف دست هاشان، پای هاشان اگر تابد این گناه نیست. بغیر این اگر سر لوج باشد، پیشی بری لوج باشد، پای های او تافتگی باشد، اینجا علک وی گناهگار در نزد الله است، وی گناهگار است. حدیثی را از پیغمبر خدا بهر شما میخوانم. افسوس که امروز چه یک مصیبت کلان آمد که مردها لباس زنها را میپوشند، زنها باشند لباس مردها را میپوشند. امروز دیگر ما میگوییم تاجیک هستیم و فخر داریم به تاجیکیمان. امروز دیگر تا دختر تاجیک از غیر تاجیک شناخته نمیشود. عالی کولاب الحمدلله خیلی خوب است. شما پایتخت روید احوال دختر تاجیک بینید، خیلی آدمی اگر حس ملی
اگر حسی و تندوستی داشته باشد، باور کنین خیلی مصیبت کلان در گرفتار می شود. دیگر شناختش نمی شود که این دختر از کجاست. و وقتی که اگر صحبت میکند با زبان تاجیکی صحبت میکند. این خیلی مصیبت کلان است. ما الحمدلله مردم تاجیک به خودش لباس خاصه داشت، لباس ملی داشتیم، لباس های بهترین زیبا داشتیم. چرا از اینها استفاده نمیبرند؟ چرا آن لباسی که خودی مردم تاجیک دارد این مردم، همین مردم خود ما لباس را نمیپوشند؟ لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. حبیب خدا گفتند لعنت الله است به همان مردی که لباس زن می پوشد و لعنت الله است به همان زنی که لباس مردها را می پوشد. امروز دخترای تاجیک ما و شما کرته های ما و شما را می پوشند، پیشای بری اونا نمایان، گردنهای اونا نمایان، تمام وجود او نمایان. پس آیا جنایت کی روشن میکرده است؟ این جوانایی که امروز در زنا داده شدند، امروز جوانایی که گوییم 5 سال و 10 سال زندانی میشوند، چیکار کرد؟ فلانی قتل زنا کرد. و سببش در چی است؟ سببش در همین است که تو لباس چنان لباسی هست که مردک به خود جذب کردی. آخه اگر مرده نباشد وای دیگر شهوتش بیدار میشود. اینجا مرد دیگر چی گناه دارد؟ آیا هم چنان نیست؟ کدام ما و شما اگر بینیم، کدام ما و شما بینیم احوال همون زنها را در حال وجود ما و شما تغییرات پیدا میکنه. برای چی حبیب خدا گفتند یا معشر الشباب، ای جوانها زن گیرید. برای چی گفت؟ فانه اغض للبصر و احسن للفرج. برای چی گفت؟ برای چی شما جوانها را گفت پیغمبر که درو زن گیرید؟ زیرا گفت این زنی که شما میگیرید اغض للبصر، چشمهای شما را پرده پوش میکنه، و احسن للفرج، دیگر شما را به زنا کردن نمیمانه. یعنی شهوت شما دیگر شکسته میشود با همون زن خودت. دیگر میل تو، عشق تو دیگر به سوی زن بیگانه نمی رود. از این خاطر از همه خواهرای عزیز، از همه زنهای مسلمان خواهش ما همین است که لباس ملی تا نپوشین. لباس ملی تاجیکی که داریم، از کرته های اطلس و از کرته های چکن و از همون روی مالای زیبایی که داشت مادرهامان، مامهامان، از همونها پوشین. انشاءالله این تاجیک بدن تو هم نشان میتد. امروز تمام مهمان های دنیا برای تاجیکستان دیدن. امروز این جناب عالی تمام تاجیکا را در روی دنیا معرفی کرد، ما را به تمام مردم دنیا شناس کرد که ما مردمی چی هستیم؟ مردمی مهمان پذیر هستیم، ما مردمی خوب هستیم، ما مردمی مسلمان هستیم. اونها آمده ما و شما را میبینند، از لباس ما، از رفتار ما اونها خلاصه میبرارند. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم به زبان عربی نویسه، هم به زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش به زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک رفیق ما 5 سال پیش مسلمان بود. سال 2000 زن مسیحی گرفت و از مسلمانی روی گردانید. صاحب 4 فرزند شد. الحمدلله حاضر باز مسلمان شده است، لیکن زنش مسیحی است و اسلام را قبول نمی کند. این رفیق ما پیش از مسلمان شدن زنش گفته بود اسلام بر ضرر تو هست،
اکنون این رفیق حیران است. با زن مسیحی زندگی در اسلام جایز نیست. زنش اسلام را قبول ندارد. اگر طلاق دهد زنش طعنه میدهد که نگفته بودم که اسلام بر ضرر تو است. سوال: تقدیر این عائله چی می شود؟ با احترام مخلص شما. زن مسیحی را گرفتن جایز است. چرا جایز نیست؟ زن کتابی، اگر این زنهای روسی که هستند، خب اینا را زنهای کتابی میگویند، یعنی با انجیل حضرت عیسی ایمان آوردگیند. اینا را نکاح کرده گرفتن جایز است. اگرچه مرد مسلمان هم که باشد، این زن نصرانی هم که باشد، درست است زندگیشان. از این خاطر تقدیر این عائله هیچی نمیشه. از زندگیش دوام دادن گیره. فرزندایی که دارد اون فرزندا را در روحیه اسلام تربیت کند. بهترین صورتش همین است. این 4 فرزندی که آمده است به دنیا، اینها را مسلمان کند، اینها را تربیت کند، اینها را پیرو آیت قرآن و پیرو احادیث های پیغمبر کند. ان شاء الله هیچی در زندگیش زلال خلل نیست. زندگیش دوام دادن گیره. السلام علیکم داملای محترم. بعد سلام، این که ما 2 سوال داریم، خواهشمندیم تعجیلی جواب گردانید، آن ضرور است. در مسجد ما ملا در یکم رکعت آیت از سوره یاسین و بعدا در دویم رکعت از سوره بقره خوان. این درست است؟ درست است. اگر قصدن کند گناهگار می شود، و الا قصدن هم که کند نمازش درست می شود، لیکن گناهگار می شود. ما شما سوره بالا و سوره پایان میگوییم. اگر سوره بالا و سوره پایان در نماز خوانی، اینجا در مسئله فقهی حنفی میگذرد که مکروه است، ترک سنت است، لیکن نماز درست می شود. نماز درست می شود. مثل که این اول سوره اخلاص است، یعنی قل هو الله احد، و بعد او می آید سوره فلق، قل اعوذ برب الفلق. باید در نماز ما اول سوره اخلاص بخوانیم برای با ترتیب این چنین آمدن. دوم سوره فلق خوانیم. لیکن مبادایی که اول سوره فلق خواندیم و بعد سوره اخلاص خواندیم، انا همین میگن سوره بالا و پایان شد، این نماز درست می شود. فقط اگر همین قصدن کنی گناهگار می شوی. برای همین این امام نماز درست شده است. دوم، نماز خفتن را در ساعت 8 می خوانیم. درست می شود یا نه؟ درست نمی شود. اقلاً باز برای همه شما امروز مفتیات قانون دارد 1.5 ساعت بعد نماز شام. بعد نماز شام 1.5 ساعت باید ما و شما منتظر باشیم. اگر مبادای سراسیمه باشیم، مبادایی که هیچ طاقت نیست، این حالت ما و شما اقلاً 1 ساعت باید که منتظر باشیم. 1 ساعت اقلاًش باید 1 ساعت بعد نماز شام منتظر باشیم. این حالت ما نماز ما نخوانیم، دیگر هیچ شک شبهه در نماز ما و شما باقی نمیماند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. من از شما خواهش دارم با سوالهای ما زودتر جواب گردانید. من نماز خوانده ایستادم، شخص دیگر مگنیتوفون در امر معروف مانده گوش میکند. آیا نماز من خلل نمیرساند؟ این به خودت وابسته است. اگر تو در حالت نماز باشی و در حالت گوش کردن امر معروف، اگر خوب میشد که اون برادر به این نمازخوان ما یگان تشویش و یگان خلل پیدا نکند. یکی مبادایی که وای گوش کردن که گرفت، اینجا وابستگی از خود نمازخوان دارد که به او توجه نمیکند، بلکه نمازش خواندن میگیرد. اگر در وقت نماز شام ساعت 7 باشد، در روز هوای ابر نماز را چی خیل میخوانی؟ ساعت 7 میخوانی یا اینکه بر وقت میخوانی؟ در آخر در حق ما دعا کنید خدا شما را همتون نگه دارد. در روزهای ابرناک در مسئله می آید که نماز عصر و نماز خفتن باید که بر وقت خوانده شود.
در روزهای ابرناک وقتی ابر فرا میگیرد جهان تاریک میکند، این حالت ما نماز عصر و نماز خفتن را بر وقت میخوانیم. لیکن غیر اینها را، چی نماز بامداد باشد چی نماز پیشین باشد، خب اینا را ما و شما، یا نماز شام باشد، اینا را بر وقت تر میخوانیم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. من مادرم، پسرم آیله دار است. وقتی که پسر از مادر برنجد، مادر برای فایده خودش نصیحت کند، همراه مادر قهری میکند، نماز جمعه رفته او و این پسر درست میشود؟ جوابش را پر فهمونید. یعنی این مادری که فرزندش را نصیحت میکند، پند موعظه میکند، لیکن بازم این فرزند با پند نصیحت مادر هیچ اهمیت نمیدهد و باز با این مادر قهری میکند، اسلام چی میگوید؟ چی در سوره عنکبوت، چی در سوره اسراء و چی در سوره لقمان از پروردگار سپارش آمده است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، در سوره عنکبوت است. خداوند میگوید من امر میکنم، سپارش میدهم همه فرزندها را، چی دخترها و چی بچه ها را، که با پدر و مادرشان نیکو باشند، رفتار خوب کنند. در دیگر سوره لقمان خداوند و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک و الی المصیر. خداوند میگوید سپارش میدهم بچه ها و دخترها را، هر کسی که صاحب پدر و مادر است سپارش میدهم که فراموش نکنند که حملته امه وهنا علی وهن، شده علی شده. مفسران میگویند فراموش نکن که همین مادری که امروز تو همراه او قهری هستی، همین مادری که امروز تو را رنجانیدگی هستی، همین مادر تو را در شکمش برداشتگی هست. تو از شکم همین مادر به دنیا آمدی. و فصاله فی عامین، ان همین مادر تو را 2 سال دیگر با شیر داد. خداوند در ان اشکر لی ولوالدیک، شکرانه این ذات الله را کن. خدا میگوید از شکرانه پدر و مادر تکن و فراموش نکن ای فرزند که بازگشت تو به سوی پروردگار است. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. خداوند چی میگوید؟ حکم میکند پروردگار تو این که بجز ذات من دیگر به هیچ چیز عبادت نکن، هیچ چیز را پرستش نکن، لیکن با پدر و مادرت رفتار خوب کن. ولا تقل لهما اف، خداوند حتی نزد پدر و مادرت اف نگو. کجا آنجایی که وقتی تو ملال میشوی، کجا آنجایی که وقتی تو قهری میکنی اف نکن. ولا تنهرهما، نهر نزن، بلند آوازی نکن، داد نگو به سوی او. و قل لهما قولا کریما، هر وقتای با او صحبت میکنی با زبان خوش، با زبان ملایم با او صحبت کن. واغفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. در دانش پروردگار میگوید تو پدر و مادرت احترام کن، وقتی وای نزد تو میآید خیز برای اونها تعظیم کن و در دعایت بگو که پروردگارا پدر و مادر مرا خوار نگردان، پدر و مادر مرا درمند نکن. پروردگار چی میگوید؟ کما ربیانی صغیرا، چگونه ای که در خردی تو این پدر و مادر این گونه دعا را در حق تو کرده بودند.
از این خاطر وقتی اونها که این دعا را در حق ما کرده باشند، پس باید که ما چیکار کنیم؟ در حق اونها دعاگو باشیم، باید اونها را نرنجانیم. حضرت عبدالله ابن مسعود از حبیب خدا پرسیدند کدام عمل محبوب تر به سوی الله است؟ پیغمبر چی گفتن؟ الصلاة علی وقتها، نماز در وقتش خواندن. گفتن این بهترین عمل به سوی پروردگار است. ثم ایون یا رسول الله، بعد از آن چی ای پیغمبر؟ حبیب خدا چی گفتن؟ بر الوالدین، در حق پدر و مادر خدمت کن. گفت این محبوب ترین عمل از سوی پروردگار است. از این خاطر جوانای عزیز، برادرای مهربان، کسانی که امروز صاحب پدر و مادرین، مادامی که شما نمازخوانین، مادامی که شما مخلصین، مادامی که شما پیرو قرآنین، به همه شما قرآن مراجعت میکند که کاری کنین که پدر و مادر از شما راضی باشد، کاری کنین که اونها را نرنجانید، زیرا که تمام عبادت های شما حبطه می شود. حتی دیگر گویم همون مثل های تاجیکی، آب ما و شما رنگ نمی گیرد. بر آباءکم تبرکم ابناءکم. پیغمبر خدا گو اگر خواهید که فرزندهاتون شما را فردا احترام کنن، امروز احترام پدر و مادرتون کنید. اگر کردین فردا فرزنداتون احترامتون میکند. چگونه معامله‌ای که میکنی از فرزند هم خیلی معامله را انتظار باش. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.